بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستای عزیز، من عباس نظری هستم از مجموعه آموزشی ابزار کنکور. امروز با مبحث مثلثات جلسه دوم از صنف دهم در خدمت شما دوستای عزیز هستیم. خب کار را بیایم شروع کنیم. امروز با مثلثات جلسه دوم گفتیم که در این جلسه ما قصد داریم در مرحله اول یک معیار زاویه را برایتان معرفی کنیم و بعد از او ما قصد داریم که ادامه دایره مثلثاتی که در جلسه قبل با آشنایی نسبی پیدا کردین بیشتر آشنا شویم و در قسمت بعد یک دایره مکمل با هم دیگه یاد میگیریم و در قسمت آخر امروز ما قصد داریم که همین نسبت‌های مثلثاتی که برایتان معرفی شد به صورت تابع مثلثاتی بیان شود. خب بریم کار شروع کنیم با معرفی رادیان. خب دوستای عزیز، همین رقم در کتابای مکتب شاید خوانده باشین که ما روش‌های زیادی برای بیان زاویه داریم و از این خاطر یکی از اون معیارهای دیگری یا درجه بود، اما این تنها نبود. اما یک معیاری که بیشتر با او سر کار دارین در مثلثات، او را با عنوان رادیان یاد میشه. خب رادیان یک معیاری است برای بیان زاویه. خب معیاری که امروز برایتان ترتیب دادیم معیار رادیان گفته میشه. خب اون رقم که دوستای عزیز میدونن هر 180 درجه معادل پی رادیان گفته میشه. خب شاید در خیلی از کتاب‌ها یا سوالات ریاضی شما با این سر بخورین که چطور بتونین دیگری را به رادیان و برعکس تبدیل کنید. خب برای تبدیل درجه به رادیان و برعکس شما کافی است که یک نسبت و تناسب ببندین به همین رقم که در پاورپوینت و اسلاید شما مشاهده میکنید. خب در طرف اول گفتیم که درجه نشته میکنیم، در طرف دوم رادیان که بر حسب پای نشته میکنیم. خب ما قصد داریم که در اینجا درجه 30 درجه را بر حسب رادیان بیان کنیم. خب کافی است که یک نسبت تناسب ساده انجام بدیم تا زاویه 30 درجه را بر حسب رادیان حساب کنیم. خب کافی است که طرفین وسطین با هم ضرب کنیم و مساوی قرار بدیم که 30 پای برابر میشه با 180 x. x چی است؟ همون قیمت زاویه 30 درجه بر حسب رادیان. پس x برابر میشه با 30 بر 180 ضرب پی که برابر میشه با پای بر 6. خب در این سادگی پس ما تانستیم که زاویه 30 درجه را بر حسب رادیان بیان کنیم. پس شما با دانستن این نکته میتونید سوالایی که در این رابطه دارین یک تبدیل انجام بدین. خب پس به طور کلی اگر بخوایم برای از یک فرمول تهیه کنیم، فرمول از این رو ما میتونیم برایتان در اینجا این رقم باز نویسی کنیم که زاویه‌ای که شما بخواید بر حسب رادیان بیان کنین آر قرار بدین و زاویه‌ای که میخواین بر حسب درجه او را دارین و با تتا مشخص کنین و این فرمول کلی را حساب کنین. خب تتا ضرب پای برابر میشه با آر ضرب 180. پس آر نتیجه میشه با تتا ضرب پای تقسیم بر 180. این فرمول کلی است که شما میتونین از این برای محاسبات و تبدیل درجه به رادیان از این بعد استفاده کنین. خب این تاپیکی که برایتان عرض شد یک تاپیک کاربردی در کلیه مباحث مثلثات است. حالا اگه خاطرتان باشد در جلسه قبلی ما یک آشنایی نسبی با دایره مثلثاتی پیدا کردیم. در این جلسه قصد داریم که اون بحثی که در اون جلسه انجام دادیم تکمیل کنیم.
خب دوستای عزیز، در جلسه گذشته اگر در خاطرتان باشه ما آمدیم یک ابزار بسیار مفید برای محاسبه ساین و کوساین برایتان معرفی کردیم و او عبارت بود از دایره مثلثاتی. خب در او جلسه یک آشنایی بسیار جزئی را با این دایره پیدا کردیم. در این جلسه قصد داریم که دایره مثلثاتی را به بحث از او را تکمیل کنیم. خب اما رقم که در جلسه قبل گفتیم که دایره مثلثاتی یک دایره بود که به مرکز مبدا رسم میشد و شعاع از او برابر با 1 بود که این دایره مثلثاتی مبدا مختصات در 4 نقطه قطع میکنه که همون رقم که در شکل شما مد نظر بگیرین در نقطه 1 و 0 نقطه 0 و 1 و همین رقم در منفی 1 و 0 و همین رقم در 0 و منفی 1 قطع میکنه. خب چیزی که شما باید نکته‌ای که خیلی او را متوجه باشین این است که جهت دایره مثلثاتی را گفتیم در جهت عکس عقربه‌های ساعت است. به این معنا که زاویه در جهت عکس عقربه‌های ساعت مثبت در نظر گرفته میشه و در جهت عقربه‌های ساعت منفی در نظر گرفته میشه. خب برای مثال شما اینجا سعی کنید اگه این یک شعاع رسم شده باشه که دایره مثلثاتی این یک شعاعش باشه، زاویه تتایی که با محور x جرم میکنه این زاویه ای است که مد نظر ما هست. خب کاربرد از این را گفتیم که در محاسبه نسبت‌های مثلثاتی بود که از جلسه گذشته یادآوری میکنیم. گفتیم که اگر این یک شعاع این دایره مثلثاتی باشه شما میتونین با تاباندن نور از سمت چپ و تاباندن نور از سمت بالا مقادیر ساین و کوساین حساب کنید. به این صورت که شما از طرف چپ اگر در نظر بگیرین این زلتان قیمت ساین برایتان میده و این زل زرد قیمت کوساین میده. خب و همین رقم اگر شما از این نقطه‌ای که مختصاتش اینجا است کوساین تتا و ساین تتا یک خط اگر مماس کنیم و این خط مختصات در محور x قطع کنه اندازه این پاره خط برابر میشه با تانجانت تتا. پس ما تانستیم با دایره مثلثاتی این رقم ساین، کوساین و تانجانت تتا را حساب کنیم. برای مثال اینجا گفته که زاویه 60 درجه رو شما در نظر بگیرین که روبروی زاویه 60 درجه این پاره خط سرخ رنگ میشه ساینتان و این پاره خط زرد رنگ میشه کوساینتان. خب جلسه قبلی ما یک بحث کلی انجام دادیم ولی در این جلسه قصد داریم که امور روابطی که چطور میشه از طریق دایره مثلثاتی ساین و کوساین نتیجه بگیریم می با هم دیگه اثبات میکنیم. خب شما اگر در این دایره مثلثاتی در نظر بگیرین اگر این زل سیاه همون شعاع دایره باشه شما میتونین یک خط عمود رسم کنید که محور x قطع میکنه و همین رقم از اینجا یک خط به موازات محور x اگر رسم کنید تشکیل یک مثلث قائم الزاویه میده. خب این هم زاویه تتای ما بود. خب چطور ما میتونیم او رابطه استنتاج کنیم؟ خب گفتیم که طبق همون تعریفی که برایتان گفته شد شروع میکنیم. طبق تعریف چی بود؟ ساین تتا را اگه ما قصد داشتیم که حساب کنیم میگفتیم که طول زل مقابل به طول وتر. شما اگه در نظر بگیرید این همون دقیقاً مثلث قائم الزاویه سابق است. خب اینجا زل مقابلش چی است؟ وای. وترش چی است؟ وترش هم همون وتر آر است، همون شعاع دایره مثلثاتی است. خب در اینجا پس ساین تتا میشه وای بر آر. خب یک نکته را متوجه باشین، گفتیم دایره مثلثاتی یک دایره بود که شعاعش واحد یا یک بود، پس شما میتونید در جای آر قیمت یک بانید. خب من همین کار میکنم، وای سر جای خودش نشته میشه، کافی است در جای آر قیمتش بانیم که یک بود. پس وای بر یک هم که میشه وای، نتیجه میگیریم چی؟
ساین تتا میشه برابر با وای. پس اینجا وای معرف ساین تتاست. اما پاره خطی بود که شما اگر نور میتابوندین به او شعاع، برای شما این سایه را میداد. پس در دایره مثلثاتی وای همون قیمت ساین تتا را میده که ما در اینجا اثبات کردیم که از چه خاطر وای ساین تتا را برای ما نتیجه میده. خب حالا میخوایم اثبات کنیم که چطور از دایره مثلثاتی میشه کوساین تتا را حساب کرد. خب باز همون تعریف سابقه را ما میکنیم. کوساین تتا بود ضلع مجاور به وتر. مجاور اینجا چی است؟ x است. وتر هم که گفتیم با r نشانی کردیم. خب x بر r، رقم همو ساین r قیمتش برابر با 1 است. x بر 1 برابر میشه با x. یه هم نتیجه میده برایتان که کوساین تتا برابر میشه با x. خب این اردو نتیجه را ما تانستیم اثبات کنیم که چطور ما میتونیم از دایره مثلثاتی ساین و کوساین نتیجه بگیریم. خب یک موضوع دیگه که دوستا باید توجه داشته باشن که حتما شما با قضیه فیثاغورس آشنایی دارین از صنف‌های پایین‌تر. اینجا هم دایره مثلثاتی هم اگه شما سعی کنید اینجا یک تشکیل یک مثلث قائم الزاویه داده. پس حتما این مثلث قائم الزاویه همون قانون فیثاغورس داره. خب چطور؟ اگه این مثلث قائم الزاویه رو شما در نظر بگیریم، مثلث قائم الزاویه میگفت که مربع هر دو ضلع برابر با مربع وتر میشد. ای وایمون یم x یم r. قضیه فیثاغورس برای ما میگه که x مربع جمع y مربع برابر میشه با r مربع. صحیح؟ خب اما قیمت x و y خود تغییر میکنه، اما قیمت r ثابت است چون گفتیم دایره مثلثاتی شعاعش برابر است با 1. خب ما قیمت آ را پس در صورت کلی داریم که نتیجه میشه x2 جمع y مربع میشه برابر با 1. پس این یک نتیجه کلی شد که قضیه فیثاغورس در اینجا صدق میکنه. حالا این ربطش یا ارتباطش با درس ما چی است؟ ما در اینجا اثبات کردیم که y همو ساین تتاست و x همو کوساین تتاست. پس قیمت‌های از را در جای x و y ما میمانیم. در جای x میمانیم ساین تتا، در جای y هم میمانیم کوساین تتا و یک رابطه بسیار مهم اثبات میکنیم و او این که مربع کوساین تتا جمع مربع ساین تتا برابر میشه با 1. این یک فرمول کلی است که برای ما همیشه مهم بوده و از این کاربردهای زیادی در درس‌های دیگه ایتان از او استفاده میکنیم. پس ما تا اینجا تانستیم که از دایره مثلثاتی ساین، کوساین و قضیه فیثاغورس اثبات کنیم. خب ما هم رقم برایتان گفته شد که چند زاویه برای ما اهمیت بسیار داره، از او خاطر که کاربردهای این زوایا در علوم ساینس و انجینری بسیار زیاد است. ما گفتیم این زوایا را برایتان در این جدول نمایش دادیم. خب همون رقم که بریم امتحان کنیم که چطور هم رابطه فیثاغورس در اینجا صدق میکنه. قضیه فیثاغورس در دایره مثلثاتی ای را میگه که ساین مربع جمع کوساین مربع برابر میشه با 1. حالا میخوایم به صورت عددی را برایتان نشان بدیم. مثلا برای زاویه 30 درجه ساین تتا برابر است با 1/2 یا 1/2 و کوساین تتا برابر است با جذر 3/2. خب این اردو در این فرمول قرار میدیم. 1/2 مربع جمع
جذر 3 بر 2 مربع نتیجه میده برابر با 1. پس این هم یک مثال عددی. اما رقم شما برای کلیه زاویه اگر این کار انجام بدین، این دریافت خواهید کرد که این قضیه برای تمامی زاویه ها صدق میکنه. خب این زاویه مهم ما برایتان در اینجا به صورت لیست آوردیم که این را حتما باید در خاطرتان داشته باشین. باز هم برای تاکید دوستا که این اهمیت این نکته در خاطرشان بمانه، برای مثال بیاییم ربع اول یا چارک اول دایره مثلثاتی را بررسی کنیم. گفتیم دایره مثلثاتی را میشه در 4 قسمت یا 4 ربع تقسیم کرد که این را گفتیم چارک یا ربع اول، این را گفتیم چارک یا ربع دوم، این را گفتیم چارک یا ربع سوم و این را هم گفتیم چارک یا ربع چهارم. خب ما همین رقم میایم برای مثال ربع اول با هم دیگه یا چارک اول بررسی میکنیم. خب اگر دوستا توجه داشته باشن، این قیمت از اینجا تا اینجا برابر 1 بر 2. این نقطه قیمتش از اینجا تا اینجا جذر 2 بر 2 و این نقطه قیمتش از اینجا تا اینجا جذر 3 بر 2. اگر شما دوستای عزیز این نقطه را وصل کنید در مبدأ برابر با درجه 30 درجه میشه. این را اگر شما وصل کنید در مبدأ برابر با درجه 45 درجه میشه و این نقطه را اگر شما وصل کنید برابر با درجه 60 درجه میشه. خب این قیمت ها چی بود؟ همون قیمت های ساین بود دیگه. خب این همون قیمت وای بود. خب باز هم اینجا در ربع اول ما این را بررسی کردیم. اما رقم اگر بیایم این نقطه را از اینجا تا محور وای قطع کنیم و این نقطه را از اینجا تا محور وای قطع کنیم و همین رقم ایران به همین صورت تک تک نقاط باز هم ما وصل کنیم به مبدأ. این میشه 30 درجه، این میشه 45، این میشه 60 درجه. باز هم اگر شما مطابق جدول بالا اگر سهل کنین، یه همون قیمت های کوساین برای زاویه های یاد شده برای شما نتیجه میده که این شد بررسی ربع اول یا چارک اول دایره مثلثاتی. خب اما رقم که در شما دوستای عزیز اول جلسه قول داده بودیم که دایره مثلثاتی را به صورت مکمل در جلسه برایتان بحث کنیم، در این اسلاید ما برایتان دایره مکمل یاد میدیم. خب گفتیم که دایره مثلثاتی 4 تا چارک داشت. در این چارک اگر شما طبق نتایج قبلی اگر متوجه باشین، ساین و کوساین هر دو مثبت است. در این چارک یا چارک دوم ساین مثبت، کوساین اما منفی. در این چارک سوم ساین و کوساین هر دو منفی و در چارک چهارم هم ساین منفی و کوساین مثبت. این نتیجه کلی است که باز هم میتونین از دایره مثلثاتی داشته باشین. ما برای اینکه شما دوستا دستتان رو کنه و در خانه بیاین همین کارا را به صورت عملی انجام بدین، یک چند زاویه بسیار مهمه که در ریاضیات و انجینری بسیار از او کار گرفته میشه برایتان در این دایره مشخص کردیم. شما میتونین با همصنفیایتان در خانه یا در مکتب این زاویه ها را مد نظر بگیرین و برای هر زاویه طبق دایره مثلثاتی بیاین ساین و کوساین نتیجه بگیرین که ما برای دوستا در این قسمت نتیجه را آوردیم. شما میتونین نتیجه‌ای که در خانه میتونین پیش خودتان در دست آوردین با این نتیجه‌ای که ما برایتان در اینجا آوردیم مقایسه کنید و از این کار بگیرین. دوستای عزیز، با دایره مثلثاتی به صورت مکمل آشنا شدین. ما در اینجا از این بعد قصد داریم که این نسبت‌های مثلثاتی رو که شما هم آشنا شدید و هم از طریق دایره مثلثاتی تانستین او را محاسبه کنید، اینجا قصد داریم به صورت فانکشن یا تابع برایتان معرفی کنیم که
در مضامین ساینس، فیزیک و ریاضیات بیشتر با امی کاربرد به صورت تابع مثلثاتی شما عزیزا برمیخورین. خب اگه در خاطرتان باشه فانکشن یا تابع یک سیستمی بود که شما ورودی میدادین و طبق یک سری فعالیت هایی این فانکشن برای شما خروجی را تولید میکرد. همین رقم هم شما در مثلثات دارین. کافی است که شما همو معیار داشته باشین که معیار ما برابر بود با y برابر با f(x). خب همینجی ما قصد داریم که همین رابطه را با توابع مثلثاتی تطبیق بدیم. پس کافی است که در جای f(x) ما نسبت‌های مثلثاتی را برای زی بدیم که به صورت تابع بیان میشه. fx میتونه ساین x باشه، fx میتونه کوساین x باشه و همین رقم fx میتونه تانژانت x باشه. اگه این رقم شما نمایش بدین، نسبت‌های مثلثاتی رو میتونیم به صورت توابع مثلثاتی بیان کنیم. خب برای نمونه اینجا تابع ساین ما اومدیم برای شما دوستای عزیز به صورت تابع نمایش دادیم. خب شما هم رقم که از اسلایدهای قبلی در یادتان هست، دایره مثلثاتی در اینجا ساین برابر با 0 بود، در 90 درجه برابر با 1 بود و در اینجا برابر با 0 بود و در اینجا برابر با -1 بود. خب ما قصد داریم که این را به صورت تابع برایتان ترسیم کنیم. خب اگر شما طبق امی دایره بیاین کار بگیرین از این قیمت ها، شما به سادگی میتونین تابع ساین رسم کنین. به چه صورت؟ به این صورت که شما محور x برابر با قیمت زاویه در نظر بگیرین و محور y برابر با خروجی تابع در نظر بگیرین. زاویه های 0، 90، 180، 270 و 360 در نظر بگیرین و همون قیمت هایی که یاد شد کافی است یا را طبق یک گراف با هم دیگه متصل سازین. نتیجه ای که برایتان میده به این صورت یک تابع است. این میشه تابع ساین تایم. خب چیزی که دوستا باید در اینجا خیلی او را اهمیت بدن، خیلی از تاپیکا یا متنا زاویه ها را با پای نشان میده که گفتیم همون رادیان است. خب میتونید 90 با پای بر 2 نشان بدین، 180 گفتیم با پای نشان میدیم و 270 میتونیم 3 پای بر 2 نشان بدیم و همین رقم 360 برابر با 2 پای نشان بدیم. خب این کلیاتی بود که درباره تابع ساین شما باید او را یاد داشته باشین. یک چند نتیجه میتونیم از این تابع بگیریم. اما رقم اگه شما سهل کنین، این تابع ساین یک تابع متمادی است. تابع متمادی چی بود؟ تابعی بود که شما بتونید او را با یک قلم رسم کنین بدونی که قلم از روی کاغذ شما بردارین یا او را شکسته کنین. خب همین رقم شما میتونید با یک قلم در یک مرحله تابع ساین رسم کنید. پس این نکته را متوجه باشین که تابع ساین یک تابع متمادی است که از این در سوالات کنکور بسیار یاد میشه. خب نتیجه دوم هم که شما میتونید از این تابع بگیرین این است که تابع ساین محور وای فقط در نقطه 0 رو 0 قطع میکنه. همون رقم که از روی گراف واضح است. و نتیجه بعدی که شما میتونید بگیرین این است که گراف ساین میتونه محور x در بی نهایت یا لایتناهی نقطه قطع کنه. از این خاطر ما اینجا فقط برای نمونه در اینتروال یا فاصله 2 پای گراف رسم کردیم و همون رقم شما میتونید برای فاصله های دیگه هم گراف ادامه بدین به این صورت. و چیزی که یادتان باشه میتونین از طرف منفی هم گراف رسم کنین. خب این شد یک گراف متمادی. خب اگر شما سعی کنین شما میتونین نتیجه بگیرین که گراف ساین در بی شمار نقطه محور x قطع میکنه. نتیجه بعدی که حتما او را در اینجا برخوردین این است که قیمت ساین
بین منفی 1 و مثبت 1 است. یعنی حد اعظمی از او برابر با 1 و حد اصغری از او برابر با منفی 1 یا ماکسیموم برابر با 1، مینیموم برابر با منفی 1. یعنی قیمت ساین x از این حدود تجاوز نمیکنه. خب این هم نکته است که بسیار از او در سوالات کنکور استفاده میشه. و نتیجه دیگه ای که حتما تا اینجا شما دوستا او را استنتاج کردین این است که تابع ساین در فاصله 2 پای متناوب است. یعنی این که شما میتونین تابع ساین با دوره تناوب 2 پای یک تابع متناوب در نظر بگیریم. خب این کلیاتی بود که درباره تابع ساین ما و شما باید در خاطر داشته باشیم. تابع مثلثی دیگه که ما برای دوستا در نظر گرفتیم کوساین ایکس است. کوساین ایکس هم مشابه ساین ایکس است. طبق دایره مثلثاتی ما را نتیجه میگیریم که گفتیم دایره مثلثاتی میتونه این محورها را قیمتها را داشته باشه. در اینجا کوساین برابر با 1 در 90 درجه 0، در اینجا 180 برابر با منفی 1، در 270 برابر با 0 بود. خب این نتیجه را ما میتونیم داشته باشیم و این قیمت ها را اگر ما بیایم به اساس محور x و محور y که گفتیم x همون زاویه ما است و y هم گفتیم همون قیمت تابع ما است. اگر این قیمت ها را شما در اینجا در نظر بگیرید و همین رقم این قیمت ها را اگر با هم دیگه متصل سازین تابع کوساینتان نتیجه میشه. خب این هم گراف کوساین تتا. نکاتی هم رقم تابع ساین مشابه امزوس، فقط تفاوت‌هایش را شما دوستای عزیز مد نظر بگیرید. باز هم این نتیجه را میتونین استنتاج کنین که تابع کوساین یک تابع متمادی است، مشابه هم تابع ساین. اما تفاوتی که دارد تابع کوساین محور وای در نقطه 0 و 1 قطع میکنه، اما گفتیم که تابع ساین در نقطه 0 و 0 قطع میکرد. پس این تفاوتش است با تابع ساین. و همون رقم تابع ساین شما میتونید استنتاج کنید که تابع کوساین محور x در بی نهایت نقطه قطع میکنه. و این نتیجه را مشابه نتیجه ساین میتونید داشته باشین که کوساین x مینیموم برابر با منفی 1 و ماکسیموم برابر با مثبت 1 است. باز هم مشابه تابع قبلی، تابع کوساین هم در فاصله 2 پای یک تابع متناوب است. یعنی با فاصله 2 پای تکرار میشه. خب این بود از درس امروز از ما که از جلسه دوم مثلثات. حال بیاییم با هم دیگه یک چند سوال در این رابطه حل کنیم تا این مضمون تسلط کافی داشته باشیم. خب سوال گفته در مورد تابع کوساین ایکس کدام موضوع صحیح است؟ الف گفته که تابعتان متناوب است، دو گفته تابعتان متزاید است، سه گفته تابع جفت است، چهار هم گفته گزینه‌های 1 و 3 صحیح است. خب درباره کوساین گفتیم که تابع متناوب است، صحیح است. تابع متزاید است، غلط است. گفتیم یک تابع متمادی است، پس این غلط است. یا یک تابع جفت است. اگه شما این سعی کنین میتونین در خانه ای را نتیجه بگیرین که تابع کوساین یک تابع جفت است. پس طبق این 4 جواب آخر جواب صحیح است. یعنی گزینه 1 و 3 صحیح است. خب سوال بعدی از شما سوال شده که تابع ساین x در فاصله 3 پای محور x در چند نقطه قطع میکنه. خب ما بیایم همین تابع ساین در فاصله 3 پای رسم کنیم. محور x ما بود، این محور y ما بود.
اینجا اگه پای باشه، اینجا هم اگه 2 پای باشه، اینجا هم 3 پای. یعنی گفته که ما کافی است در اون فاصله سوال تابع رسم کنیم. خب این شد تابع ساین در فاصله 3 پای. حالا شمارش کنید که چند نقطه محور ایکس قطع میکنه. 1 2 3 و 4. اینجا مشاهده میشه که تابع ساین محور ایکس در 4 نقطه قطع میکنه. پس جواب گزینه 2 است. خب دوستای عزیز، توجه داشته باشند در این سوال تعداد نقاطی که تابع ساین محور ایکس قطع میکرد برابر با 4 شد. چرا؟ چون فاصله محدود بود. فاصله محدود ما برابر با 3 پای بود. اگه سوال میگفت که در چند نقطه قطع میکرد، شما باید میگفتین در بیشمار. چون در اینجا 3 پای یک فاصله محدود است، شما میتونید تابع رسم کنین و به صورت محدود نقاطی که قطع میکنه شمارش کنین. خب به پایان جلسه دوم میرسیم. انشاءالله مفید بوده باشه و خداوند یار و نگهدارتان، موفق و مؤید باشید.